به نام خدا سلام. بریم یه توضیحی راجع به فصل 3 هفتم بدیم که فصل جدیدیه. مطالب زیاد سخت نیست، ولی فصل چون جدیدیه و مطالب تازه رو بیان میکنه، به خاطر هم ممکنه یه سری سختی ها داشته باشه، ولی میریم راجع به صحبت کنیم که سختی ها رو از بین ببریم. خیلی خوب. عنوان کلی فصل سوم هفتم درباره جبر و معادله است. میریم راجع به این توضیح بدیم که اصلا یعنی چی. یه سری تعریفات اونجا واسه ما آورده. متغیر به حروف انگلیسی که نشان دهنده عددی است که تغییر میکند، مثل x، y و z. توی انگلیسی خوندیم این حروف دیگه. توی الان ریاضی هم میخوایم ازش استفاده کنیم. در واقع به اینا توی ریاضی میگیم متغیر. ضریب به عددی که در متغیر ضرب میشه بهش میگیم ضریب. مثلا چی؟ مثلا 4x، این 4 در واقع بینش با این ایکس هیچی نیومده، هیچ در واقع نه منفی اومده نه مثبت اومده، و رابطه ای که اینجا برقراره رابطه ضرب، یعنی این 4 ضرب در این ایکس شده. این ایکس هم یه حروفیه که یه عددیه که نمیدونیم چیه. خیلی خوب، این توضیح بدیم. اینجا گفته ضریب و متغیر فقط واسه ما پیدا کن. ببینید برای اینکه ضریب متغیر پیدا کنیم این حروف انگلیسی میشه متغیر، این عددی که پشتشه میشه ضریب. همین. این حروف انگلیسی اینجا میشه متغیر، با میم مثلا نشون میدیم. این ضریب با ز نشون میدیم. این متغیره، این عددی که پشتشه ضریبه. خیلی راحت. این هم همینطور، این متغیره، این عددی که پشتشه ضریبه. خیلی خوب، این ادامه بحث. مثل به جملات جبری. ببینید ما کلا 2 تا جمله جبری داریم. یک تک جمله ها و یک چند جمله ها. تک جمله ها چی هستند؟ عبارتی فقط از 2 قسمت عدد و متغیر تشکیل شده. یعنی چی؟ یعنی همین این 4x رو ما بهش میگیم یک جمله توی ریاضی. به این 4x یک جمله میگیم که فقط یه دونه ضریب و یک متغیر داره. به این میگیم تک جمله. خیلی خوب، چند جمله چیه؟ میگه اگه بین عبارت‌های جبری علامت جمع یا تفریق باشد، چند جمله جبری میگیم. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یه جمله آوردیم 2y، یه دونه جمع بینش اومده، اینجا یه جمله دیگه تشکیل شده، حالا باز یه جمع دیگه اومده، اینجا یه جمله دیگه تشکیل شده. همینطور و رفتیم جملات دیگه ای رو تشکیل دادیم. حالا بشماریم: یک جمله، دو جمله، سه جمله و 4 جمله داره این عبارت. 4 جمله یعنی یه عبارتی رو ما داریم، یه عبارت جبری داریم، اگر بعدش به اضافه یا منها بیاد یه جمله دیگه تشکیل میشه. خیلی خوب، بعدی رو میخوایم بررسی کنیم. بعدی گفته تعداد جملاتی که ما میخوایم مشخص کنیم. یه دونه اینه، این یک جمله است، یه به اضافه اومده بینش یه جمله دیگه است، بازم یه به اضافه اومده یه جمله دیگه است، منها اومده یه جمله دیگه است، یا باز منها اومده یه جمله دیگه است. میشماریم 1 2 3 4 5 جمله تشکیل شد. خیلی خوب. پس اگر به اضافه یا تفریق اومده بود یه جمله دیگه تشکیل میشه. خیلی خوب، میریم سراغ ادامه ماجرا. گوش کنید. گفته نکته میخوایم بگیم عبارت‌های جبری که متغیرهای آن کاملا شبیه هم باشن، عبارت‌های جبری متشابه میگوییم. عبارت‌هایی که متغیرهاشون شبیه هم نباشه نامتشابه. یعنی چی؟ یعنی آقا این حروف انگلیسی که گفتیم باید کاملا یکسان باشه. یعنی اینجا اگه x اینجا x باشه، این دوتا شبیه همن. کاری به این عدده نداریم اصلا. این عدده هر چیزی میتونه باشه، مهم نیست. فقط عبارت‌های متشابه. کدوم عبارت‌ها؟ این اعدادش، این در واقع حروف انگلیسیشون یکسان باشه. اینا عبارت‌های متشابه. حالا می‌خوایم مشخص کنیم کدوم متشابه دیگه. این 2x با این 3x متشابهه و این 3y با این 2y متشابه، چون حروف انگلیسیشون یکسان. توی عبارت پایین‌تر هم اینو بخوایم مشخص کنیم. این 4a با این 8a متشابهه. اینی که با یه رنگ دیگه بکشیم. این 8b هم با این 4b متشابهه، چون عبارتشون در واقع متغیرهاشون یا حروف انگلیسیشون شبیه به هم. خیلی خوب، میریم سراغ ادامه ماجرا. ساده کردن عبارت‌های جبری. یه توضیح آوردیم، گفتیم چه عبارت‌های متشابه با هم جمع و تفریق میشن. خیلی خوب، این از این سراغ مثال حل کنیم. یعنی چی؟ یعنی اون که شبیه به همن رو پیدا می‌کنیم اول و با هم دیگه جمع و تفریق می‌کنیم. دقت کنید، اونایی که شبیه به هم نیست با هم جمع و تفریق نمیشن. اونایی که فقط شبیه به هم. اینجا پیدا کردیم
2a یا مثبت 2a فرقی نداره، با جا برمی‌داریم اینجا می‌نویسیم منفی 3a هم اینم همینطور از جاش میکنیم میاریم اینجا می‌نویسیم و حل می‌کنیم. اینو برای اینکه حل کنیم، جمع و تفریق برای اینکه حل کنیم گوش کنیم. اینجا جفتشون a دارن، a رو اینجا یادداشت می‌کنیم، کاری نداره، a رو یادداشت می‌کنیم. حالا یه 2 داریم یه منفی 3، اینم فصل قبل بود دیگه. اینجا مثبت 2 در واقع، اینجا منفی 3. علامتاشون با هم فرق دارن، از هم کم می‌کنیم می‌نویسیم و علامتمون هم علامت عددی که زورش بیشتره، منفی 1. برای بعدی رو یادداشت می‌کنیم. 4b کدوم عبارت شبیهشه؟ منفی 2b. اینو یادداشت می‌کنیم. خیلی خوب. b رو اینجا می‌نویسیم، کاری نداریم اصلا. از 4 تا 2 تا کم کنیم میشه 2. پس چی شد؟ جوابمون یه دونه شد 2b، یه دونه هم شد منفی 1. اینا جفتشون رو می‌نویسیم. یعنی جواب نهایی ما میشه منفی 1a و به اضافه 2b. این جواب نهایی ما. حالا این دوتا عبارت چون که شبیه به هم نیستن، یعنی یکیشون بیه یکیشون ایه، با هم دیگه جمع و تفریق نمیشه، همینطور یادداشت میشن. این است. خیلی خوب، مثال بعد اینا میخوایم حل کنیم با هم. اونایی که شبیه به هم رو پیدا میکنیم، 4x و منفی 2x شبیه به هم یادداشت میکنیم. 4x از جا برمیداریم، با جا علامتی که پشتش هم هست مینویسیم اینجا، میتونیم حل کنیم. خیلی خوب، x که یادداشت میشه، کاری نداریم. از 4 تا 2 تا کم کنیم میشه 2x مثبت 2x. خیلی خوب، بعدی هم حل میکنیم. بعدی رو بخوایم حل کنیم میگیم 2y، اینم از جاش برمی‌داریم، علامت پشتش هم میاریم، 4y مساوی میذاریم، y هاشون خودشون باقی میمونن، کاری نداریم. 2 و 4 هم با هم جمع بشن 6 یا مثبت 6y. خیلی خوب، جواب کلی ما این دو تاست دیگه، یه دونه 6y یه دونه هم 2x. خیلی خوب، اینو یادداشت می‌کنیم. 2x به اضافه 6y. حالا این فرقی نداره که ما اول مثلا بیایم بنویسیم، اینم میشه مثلا میتونیم اول بنویسیم 6y، فرقی نداره در واقع، یعنی جفتشو میتونیم اول بنویسیم، یعنی فرقی نداره. 6y رو اینجا بنویسیم، 2x هم اینجا بنویسیم، یعنی هیچ فرقی نداره. و اینا با هم جمع و تفریق نمیشن چون عباراتاشون شبیه به هم نیست، حروف انگلیسیشون در واقع شبیه به هم نیست. خیلی خوب. نکته بعد، ضرب عدد در عبارت جبری. اگر عددی قبل از پرانتز باشد و بین آنها علامتی نباشد، آن عدد در تمام جملات داخل پرانتز ضرب میشه. یعنی چی؟ ما بررسی کنیم. وقتی عدد اینجا باشه و بین این پرانتز هیچ چیزی نباشه، در واقع رابطه ضرب برقراره. اگر منفی یا مثبت بود فرق داره، ماجراش چیز دیگه است. اگر هیچ چیزی نبود یعنی رابطه ضرب برقراره. خیلی خب، اینو چیکار می‌کنیم؟ میایم تک به تک اینو ضرب می‌کنیم. یعنی 4 ضرب در 2 می‌کنیم اول، 4 ضرب در 2 میشه 8. اون x هم که اونجا بود رو یادداشت می‌کنیم. خیلی خوب، این است. بعدی 4 ضرب در 3، 4 ضرب در منفی 3 میشه منفی 12. ای هم پشتش بود، یادداشت می‌کنیم به همین راحتی. یعنی این چهاره‌ای که این پشته ضرب در جفت این عبارت ها می‌کنیم و می‌نویسیم. خیلی خوب، اینم از ضرب و همینطور داخل پرانتز رو توضیح دادیم. بریم سراغ یکم سخت‌ترش کنیم، یکم بریم تو دل ماجرای فصل 3. گفته مقدار عددی عبارت جبری. اگر به جای متغیرها به ما عدد بدن، مسئله خودش به ما عدد رو میده، سوال خودش عدد رو به ما میده، ما میتونیم مقدار عددی اون عبارت رو بدست. خیلی خوب، ما یه عبارت داده 5x منهای 4، گفتیم رابطه‌ای که بین این دو تا برقراره ضرب دیگه هم منهای 4. خیلی خوب، توی خود صورت سوال به ما میده، میگه آقا x شما 2 در نظر بگیرید. ما هم چشم این سوال رو انجام میدیم. خیلی خوب، نمی‌نویسیم، 5 رو یادداشت می‌کنیم، ضرب در گفتیم رابطه ضربه. خیلی خوب، جای x میایم 2 میذاریم، صورت سوالی به ما داده و منهای 4 این حل میکنیم دیگه. 5 ضرب در 2 میشه 6. 5 ضرب در 2 6 نمیشه، خاطی کردم، جواب نهایی دارم میگم. 5 ضرب در 2 میشه 10 و منهای 4 جواب میشه 6. خیلی خوب، این است جواب شد 6. خیلی خوب، مثال بعد یکم سخت‌تر میشه. دو تا مجهول به ما داده و جفتشون هم مشخص کرده. گفته چی؟ گفته آقا x رو شما 5 در نظر بگیر، x رو 5 در نظر بگیر و y رو 1 در نظر بگیر. خیلی خوب، ما میگیم اوکی، میریم حل می‌کنیم. به جای 4 ضرب در به جای x میذاریم 5، پرانتز رو میبندیم، منهای 3 ضرب در، پرانتز رو باز می‌کنیم، به جای y میذاریم 1
به اضافه 10 اینو میخوایم حل کنیم و به دست بیاریم. خیلی خوب. 4 ضرب در 5 که میشه 20 اینجا می‌نویسیم. خیلی خوب. منفی 3 ضرب در 1 میشه منفی 3 و به اضافه 10 این عبارت رو به دست بیاریم. اینکه چرا اول رفتیم سراغ ضرب ها، این درباره اولویت بندی ها بود. اولویت بندی های عبارت های ریاضی اینطوری بود که اول ما سراغ پرانتز میریم، بعد سراغ ضرب و تقسیم میریم، بعد هم سراغ جمع و تفریق. اول سراغ ضرب و تقسیم میریم، یعنی الان چون ضرب داشتیم اول اینا به دست میاریم. میشه 20 منهای 3 به اضافه 10 اینو حل میکنیم. از 20 تا ما 3 تا کم کنیم میشه 17 تا، یه 10 تا هم به اضافه کنیم میشه 27. جواب شد 27. خیلی خب. مثال بعدی اینو توی کتاب آورده و حتما هم سوال میشه توی امتحاناتون، حتما میاد. اینو میخوایم توضیح بدیم که چطوری. حالا اینجا عبارتشو پاک شده. 2x مثلا منهای 1 میذاریم خودمون عبارت. این یعنی چی جدوله؟ اینجا این جدول اینطوری خونده میشه، یعنی ما به جای x بیایم بذاریم 2 یه بار، به جای x یه بار بذاریم 0، به جای x هم یه بار بذاریم 5. حالا میایم دونه به دونه حل کنیم. یعنی به جای x میذاریم 2 توی این فرمول، توی این فرمول به جای x میذاریم 2 حل میکنیم. خیلی خوب. شروع میکنیم به حل کردن. 2 ضرب در 2 منهای 1 و جوابمون چی میشه؟ 2 ضرب در 2 میشه 4 و یه دونه ازش کم کنیم میشه 3. یعنی اینجا می‌نویسیم 3. اینکه چرا به جای x 2 گذاشتیم اینجا به ما داده دیگه، گفته به جای x بذار 2 توی این فرموله و جواب رو به دست بیار. ما همین کارو می‌کنیم. بعدی توی عبارت بعدی می‌خوایم بنویسیم 2 ضرب در، به جای x می‌ذاریم 0 و جواب رو به دست میاریم. 2 ضرب در 0 میشه 0 و جوابمون همون منهای 1 باقی میمونه. خیلی خوب. بعدی هم که بخوایم حل کنیم 2 ضرب در، به جای x می‌ذاریم 5 چون گفته بذاری 5 ما میگیم اوکی و جواب رو می‌خوایم به دست بیاریم. 2 ضرب در 5 میشه 10 منهای 1 میشه 9 و جوابمون به دست اومد. این از این جدوله کلا داره این دو توضیح. خیلی خوب. قسمت بعدی که سخت‌ترین بخش این فصله و اصلی‌ترین بخش هم هست همین معادله است. یعنی این همه ما در واقع حرف زدیم، این همه مقدمه می‌شیم کردیم که برسیم به این معادله. اینو میتونیم حل کنیم که معادله هم بخش مهمیه. یعنی تا دبیرستان و حتی بعد از اونم توی دانشگاه هم باز هست. خیلی خوب. معادله چیه؟ میگیم معادله یک تساوی جبری است. خیلی خوب. می‌خوام اینو توضیح بدیم. یه نکته قبلش هم بگیم معادله از 3 تا قسمت تشکیل شده. ضریب، مجهول و معلوم. اینا رو مشخص می‌کنیم. ببینید صورت کلی یک معادله اینطوری نوشته میشه. این صورت کلی یک معادله است. خیلی خوب. 2x به اضافه 5 مثلا مساوی 15 که توضیح میدم چطوری. می‌خوایم اول اینا رو مشخص کنیم که ضریب کدومه، مجهول کدومه و معلوم. این قسمتی که نداریم x در واقع اون چیزی که نداریم میشه مجهول ما. اینجا نوشتم x میشه مجهول ما که نداریمش، نمیدونیم چیه. مجهول از جهل گرفته شده. جهل هم یعنی نادانی، یعنی ما نمیدونیم چیه. این عددی که پشت این x مون قرار داره، پشت مجهولمون قرار داره، ضریبی که این عبارت ضرب بینشون برقراره و همینطور این دو تا عددی که خالی اومدن قرار گرفتن بهشون میگیم معلوم، چون عددهای معلومی هم و مشخصه. حل معادله. ببینید ما معادله رو مثل یک ترازو در نظر میگیریم که این ترازو با تعادل توش برقرار بشه. این مساوی این وسط ترازو. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم آقا دو تا دایره اینجا اضافه کنیم، به این کفه ترازو دو تا دایره اضافه کنیم، باید به این کفه دیگه‌ش هم یه دونه در واقع دو تا دایره اضافه کنیم. مثلا اسم اینو میذاریم کفه 1، نمیذاریم کفه 2. خیلی خوب. حالا این دو تا دایره رو داریم، اینجا هم دو تا دایره داریم. به این کفه یکمون یه دونه مربع اضافه میکنیم. برای اینکه این تعادل برقرار بشه باید به این برم این مربع رو اضافه کنیم که جوابمون به دست بیاد. خیلی خوب. این از ببینید صورت کلی یک معادله این صورت کلی یک معادله است. ما باهاش سر و کار داریم. البته این ساده ترین نوعشه که بعدم سخت‌تر هم میشه. خیلی خوب. برای اینکه ما معادله رو حل کنیم گام به گام پیش میریم. گام اول چیه؟ گام اول اینه که ما در واقع چیکار میکنیم؟ میایم این مساویه رو میذاریم اینجا، این وسط مساویه رو میذاریم. خیلی خوب که این مساویه اینجا باشه. حالا تمام اعداد رو به یک سمت میبریم. تمام اعداد به یک سمت. الان این شیشه که اینجا بود سمت در واقع راستمون، سمت راستمون میاریم اعداد رو مینویسیم. این شیشه که اینجا بود. خیلی خوب. این منفی 2، این منفی 2 هم باید بیاریم همین سمت. حالا برای اینکه این منفی 2 بیاد این سمت باید از این مساوی عبور کنه. از این مساوی وقتی بخواد عبور کنه علامتش عوض میشه. الان اینجا علامتش منفی 2 بیاد اینور میشه مثبت 2. اینجا یه گذرگاهیه که علامت رو تغییر میده، خود عبور کنه.
این 4x هم که همینجا بود دیگه، کارش نداریم. خیلی خوب می‌نویسیم، ادامه میدیم. 4x مساویه 6 به اضافه 2 میشه 8. اوکی، حالا رسیدیم به این قسمت. برای اینکه این قسمت رو حل کنیم ما نیاز داریم که x مون تنها بشه، یعنی توی معادله ما کلا دنبال اینیم که x رو به دست بیاریم، یعنی x مساوی چنده. اینو می‌خوایم دیگه کلا که x چنده، اینو می‌خوایم به دست بیاریم. برای اینکه این به دست بیاد x باید تنها بشه. این 4 ضرب شده دیگه در این. ما برای اینکه این 4 از بین بره باید یه تقسیم بر 4 اینجا رو کنیم که این 4 از بین بره. حالا ما وقتی این ورمون در واقع معادله رو اومدیم تقسیم بر 4 کردیم، باید این ورش هم تقسیم بر 4 کنیم، همین چیزی که این بالا گفتم، یعنی هر بلای سمت این کفش بیاریم سمت اون کفش هم باید بیاریم. حالا اینجا رو تقسیم بر 4 کردیم، اینجا هم باید تقسیم بر 4 بشه و ادامه میدیم. یعنی 4x تقسیم بر 4 میشه خود x خالی که ما همون دنبال اینیم و همیشه هم می‌خوایم اینو به دست بیاریم. حالا اینکه چرا این 4 تقسیم بر این شد، چون 4 هم ضریب اینه، ما اینو تقسیم بر خودش میکنیم و جواب رو به دست میاریم. این برم تقسیم بر این 4 میشه و جواب میشه 2. یعنی x مون توی این سوال به دست اومد 2. این از این. بریم سراغ مسئله بعدی، اینو حل کنیم. یکم شاید سخت به نظر بیاد، مساویشو نذاشته بود ما می‌ذاریم. خب میایم این مساوی رو ما این پایین میذاریم، شروع کنیم به حل کردن. تمام اعداد به یک سمت آورده میشه. 13 که اینجا بود میذاریم ما همون که مثبت 13 بود. 4 رو وقتی بخوایم بیاریم اینور، این از این مساویه باید عبور کنه. وقتی از این مساویه عبور کنه علامتش عوض میشه، میشه من. اینم همینطور 2y که اینجا بود که یادداشتش میکنیم. اینم وقتی بخواد بیاد اینور علامتش عوض میشه و علامتش میشه منفی 3y. علامتش تغییر میکنه، هر چی باشه علامتش برعکس میشه. خب اینو حل میکنیم. اینو جمع و تفریق دیگه از 2y منفی در واقع 3 تا y کم میکنیم، جواب میشه منفی 1y. یعنی 13 تا داریم از 4 تا هم کم کنیم میشه 9. خیلی خوب، رسیدیم به اینجا. الان y خالی نیست، ما دنبال y خالیم که y مون به دست بیاد، باید تنها باشه. برای اینکه این تنها بشه اینجا رو باید تقسیم بر همین ضریب بکنیم، تقسیم بر منفی 1 میکنیم. این برم به تبع باید تقسیم بر منفی 1، یعنی این بلای که سمت این بر میاریم تقسیم بر منفی 1 میکنیم، همین بلا رو باید سمت این بر مساوی هم بیاریم. خب این تقسیم بر منفی 1 میشه y خالی، اینجا می‌نویسیم y خالی مساوی 9 هم تقسیم بر منفی 1 میشه منفی 9 و جواب به دست اومد منفی 9. این از این. خیلی خوب، یعنی معادلمون به صورت کلی همین. حالا میخوام بریم مثل معادلات دیگه حل کنیم، معادلات کسری که این یکم سخت‌تره. وقتی میخوایم اینو حل کنیم میبینیم که آقا این 4 که توی مخرج ماست مزاحم ماست، داره ما رو اذیت میکنه. یه نگاه کلی به این میکنیم، این 4 داره ما رو اذیت میکنه. باید این 4 رو از بین ببریم. این 4 وقتی در مخرجشه یعنی داره تقسیم میشه دیگه، تقسیم بر 2x منهای 8 شد. برای اینکه این 4 از بین بره باید یه ضرب در 4 انجام بدیم. خب ما این برای وقتی ضرب در 4 کردیم باید این برم ضرب در 4 کنیم که این تعادله برقرار بشه. ضرب در 4 ضرب در 6 نوشتم، 4ش میکنیم اینو، این برم باید ضرب در 4 بشه و جوابمون تعادله برقرار بشه. خیلی خوب، 4 ضرب در این عبارت بشه این مخرجه از بین میره. حالا که چرا گفتیم 4 رو ضرب در این کردیم، هر عددی که توی مخرج اینجا باشه باید ضرب در همون کنیم که مخرجش از بین بره و این ساده بشه. اینجا همون 2x منهای 8 مساوی میذاریم. 6 ضرب در 4 هم میشه 24. خیلی خوب، حل میکنیم، شروع میکنیم به حل کردن. مساوی رو اینجا مینویسیم، اعداد رو همه رو به یک سمت میبریم. 24 که اینجا بود مینویسیمش اوکی. این 8 وقتی بخواد بیاد اینور از این مساوی عبور کنه، وقتی از این مساوی عبور کنه علامتش عوض میشه، میشه مثبت 8 و 2x هم اینجا یادداشت میکنیم. خیلی خوب، میشه 2x مساوی 24 رو به اضافه 8 میشه در واقع 32. 24 به اضافه 8 میشه 32 و جوابمون رو اینجا نوشتیم. تا اینجا پیش رفت. حالا این جوابمون نیست، ما x تنها رو میخوایم، x خالی رو میخوایم. x خالی باید به دست بیاد. ببینیم 2 مزاحمه، باید 2 از بین بره، تقسیم بر 2 میکنیم. این بر هم تقسیم بر 2 میکنیم که جوابمون راحت به دست بیاد. 2x تقسیم بر 2 میشه x مساوی 32 هم تقسیم بر 2 میشه در واقع 16.
و جوابمون به دست اومد x مساویه 16. نزدیک. خیلی خوب. این تا این قسمت. جمله بخش آخرم جمله انوم. ببینید جمله انوم ما توی پارسال هم داشتیم، حتی حالا فصل‌های قبل هم داشتیم، ولی اینجا چون مربوط میشه به متغیرها بازم آوردیم. برای اینکه ما جمله انوم یه عبارت رو به دست بیاریم میایم اول میشماریم اختلافشون، اول نگاه می‌کنیم که چقدر اختلاف داره. اینجا 3 تا اختلاف داره. پس این 3 میشه ضریبمون 3n. این n هم که اینجا گرفته میشه و می‌نویسیم نامبره. نامبر یعنی شماره جمله‌مون. این شماره 1 مثلا جملهش شماره 2 به ترتیب می‌نویسیم. شماره 3 الی آخر تا آخر میره. 3n حالا باید بیایم اینو ما امتحان کنیم، یعنی توی جملات اولمون بذاریم ببینیم آقا این همین به دست میاد. اگر همین به دست اومد که فرمولمون همین، اگه به دست نمیاد باید یه کاری کنیم که فرمولمون درست در بیاد. خیلی خوب. به جای n باید 1 بذاریم، گفتیم نامبر دیگه. 3 می‌نویسیم 3 ضرب در 1 جوابمون میشه 3 و همین که درست در اومد. مثلا دومیش 3 ضرب در شماره سوال که n بود میشه تا میشه 6. پس درست در اومد. پس فرمولمون در واقع همین. حالا مثلا به ما گفت جمله سیوم اینو به دست بیار. جمله سیوم مثلا سیوم رو گفت به دست بیار، ما چیکار میکنیم؟ فرمولمون که همین 3n اولیه بود، اینو به دست آورد. حالا می‌نویسیم 3 ضرب در n هم شما سوال بود 30 به دست میاریم. 3 ضرب در 30 میشه 90 و جوابمون به دست اومد. جمله سیومش مثلا 90. یا بعدی این هم میشماریم. اختلاف اینو به دست میاریم که اختلاف این 2، اختلاف این هم 2، اختلاف این هم 2. پس ضریبش در واقع همون 2n. حالا ببینیم آقا اینو امتحان میکنیم ببینیم همین در میاد یا اینکه نبودی تغییر. جمله شماره 1 2 3 و اینم 4 الی آخر هم که داره پیش میره. اولی رو میذاریم آقا، ما به جای n میذاریم 1 شماره سوالمون رو، شماره جواب شماره جملهمون رو و می‌بینیم که آقا 2 در میاد، ولی در حالی که اینجا منفی 2 بود. پس باید یه تغییر روش بدیم. یعنی چی میشه؟ یعنی به اضافه یا منهای یه چیزی شده و شده منفی 2. خیلی خوب. این که 2 باید منهای 4 بشه پس دیگه تا جواب به دست بیاد. میشه چی؟ 2 ضرب در 1 منهای 4 میشه منفی 2. یعنی در واقع چی شد؟ به جای این 2n منفی 4 میذاریم. یعنی این شد فرمول کلی ما. خیلی خوب. یه بار دیگه هم امتحانش میکنیم. تو جمله شماره 2 میذاریم، مثلا به جای n میذاریم 2 میشه 2 ضرب در واقع 2 منهای 4 و جواب رو می‌خوایم به دست بیاریم. 2 ضرب در 2 که میشه 4 منهای 4 میشه 3. پس جوابمون درسته. یعنی فرمولمون همینه در واقع. دوباره امتحان کردیم و فرمولمون همینه. حالا مثلا به ما گفت آقا جمله هشتم رو به دست بیار. جمله هشتم. اگه جمله هشتم رو به دست بیاریم ما میایم این فرموله رو که داریم به جای در واقع n میذاریم 8 و منهای 4 جواب رو به دست میاریم. 2 ضرب در واقع 8 که میشه 16 منهای 4 هم میشه 12. جوابمون به دست میاد. مثلا جمله هشتمش میشه 12. اینم از این. امیدوارم که مفید بوده باشه و مطالب خوبی رو یاد گرفته باشید. حتما کانال ما رو دنبال کنید، حتما ویدیو رو لایک کنید تا بتونیم آموزش‌های بعدی رو پرقدرت‌تر و بهتر و مفهومی‌تر بهتون بدیم. خیلی خوب. امیدوارم که مطالب براتون خوب بوده باشه و آموزش کامل رو دیده باشید. ممنونم.